عزیزم ببخشید یه لحظه من اینو بذارم. دوباره نوتلا؟ خب من مصرف شکلاتم بالاست. عزیزم بس دیگه، چقدر نوتلا پدر من در آوردی؟ باشه دیگه از این بعدم بله، ما بله. PS5 و بازی و اینا نداریم پس. بذار عزیزم، من خودم عاشق شکلاتم، چی PS5 و فیفا نداریم؟ خدایا. عشقم ببخشید یه لحظه. عزیزم پرینکل همش؟ بله. یه چند تا دیگه هم خب بردار. آره حتما. واسه ببینیم بابا چی برمی‌داری پرینکل 20 تا برداشت بده سر جاش. شما فرداش هم میخوای بری سالن دیگه درسته؟ هر چقدر دوست داری بردار عزیزم. این حرفا متشکرم. چیه؟ 4 تا پرینکل دیگه. خایف من خیلی دوست. خب اوکی. عزیزم یه جعبه مانستر برداشتی؟ آره دیگه یه مانستر برمی‌دارم که بتونم هیولا رو خوب تحمل بکنم. ما هیولا نداریم عزیزم، همه رو بذار سر جاش. پس من جواب خواهر و مادر هیولاتو دقیقاً تو روشون میدم. البته با شام میتونیم بخوریم، مثلا مانستر خیلی خوب میشه. خب اینم از عزیزم چیکار میکنی؟ شب خانواده‌ام خونه‌مو مهمونن اصلا عزیز. خانوادت انسان کوسه که نیستن. من داداشم دهن داره. داداش 2 روز طول میکشه اینو حذف کنه.